خانمای دیمین خان سلام، علی محجوریم با معرفی ملامین طرح سنگ. آقا مجید اینا همش همین دورنگه. فعلا که همین دورنگ رو بردن تا ببینیم رنگای بعدیش متنین بیاریم یا نمیتنین بیاره. خدمت عرض شود که از این چیزی می‌بینم از برنج خوری دستی 245. دستی؟ نه کلا تونی. هم میز رو برداریم ببرین با 245 تومن. خب خودت داری میپرسی دستی چندم میگم دست 245 تومن دیگه. دست 245 برنج، دست 245 خورشت. بی میگم سوپ خوری، حالا شما هر چی خوری من اسمش بذارین، رنگ ایران گذاشتین بعد رنگش در میاد تا 225. کاسه آب گوشتش 245. باز کاسه آب گوشت ایران نگذاشته اینا کامیار. بعد خدمت عرض شود که پیش دستی میوهش 225. پیاله 161. دیسام 3 مدل مختلف داره. این مدلش 70 تومنه. دانه‌ای؟ دارم میگم دانه‌ای. تو برعکس بدون که دستی زنا همینجوری مونن دیگه. مثلا میگی دیسا میگم دانه چندم، میگم دانه 70 تومن. دستی نه دانه 70. بعد این دیست در میاد برات سایز بزرگش 77 تومن. و این کارش کیه؟ هم خورش خوریه، هم مرغ خوری، سالاد خوری، چی میدونم هر چی خوریه. این 105 تومن هر دانه‌ای. اینا دیگه دستی و اینا دانگی. ولی خب شما کلا یک دانه که بخواید ما هم یک دانگی بهتون فروشیم. 6 مثلا قسم قیمت تقسیم بر 6 مونه، چه قیمت یک دانه‌اش. ما در خدمت هستیم.